میخواستم واقعیت صفهای اعضای حزب نهضت اسلام را در ناحیه و در بخش شعبه ولایتی خب به شما روشن کنم. خیلی که در گزارش های حزب اسلامی بود که در رایان مسجد 1000 یا 1200 یا بعضی 1400 نفر اعضا بود میگفتن. آنها واقعیت نداشتند. آنها یک زیاده نویسی بودند که برای خاطر نشان دادن یک حزب سیاسی در بین یک دیگر احزاب سیاسی. خب بسیار وقت در شهر و نواحی از جانب راهبران حزب نهضت تقاضاهای طلب‌های میشد که برای زیاد کردن اعضایان حزب نهضت اسلامی اون سفارش ها، اون تقاضاها یک خاراکتری سفارشی داشته که باید از هر جایی که نباشد چند نفر اعضای خب روی خط اعضایی که اگر چنده که واقعیتا نداشته باشد باید جای داشته باشد. ولی همین چیز شد که یک عادت، یک عنعنه شد که زیاده نویسی در بین اعضاهای یعنی که حزب نهضت اسلام در یک مدت کوتاه سبب شد که خب روی خط اعضایان حزب نهضت در تاجیکستان ما با 40000 و 50000 خب با 60000 رسند و این دروغ، اون زیاده نویسی ها یعنی که این مبالغه های بر دروغ سبب شد که امروز خب واقعیت خب راهبرا دروغ بدون یک حزب سیاسی یا اینکه یک هیئت سیاسی حزب اسلامی در بین مردم چی شود؟ افشا شود. خب این بود عائدی دروغ و مبالغه های راهبران حزب نهضت اسلام در مورد زیاد نشون دادن اعضایان حزب نهضت اسلام در جمهوری تاجیکستان. برای آبادی حزب هیچ جور آباد نمیکرد. ما فقط با استفاده از بعضی صاحب کاران که خب چیز میکردن، دستگیری میکردن، خب کار فعالیت آبادکاری میشد. ولی آنها برای حزب نبود. همون صاحب کارانی که آبادکاری میکردن و چیز میکردن ما در پهلو جبه، آنها پیش از حزب هم آبادکاری میکردن و امروز هم بعد رفتن حزب هم همون آبادکاریشون دارن دوام میدن. مجموع اعضایان حزب نهضت در همین رایان ما 8-10 نفر بود. همون 8-10 نفر تجسم میخواستیم که ما کار خودمون فعالیت کنیم. خیر رشته کار فعالیتمون بود.